سلام دوستان، من میخوام امروز راجع به کارما یا این که میگن به هر چی فکر کنی همون میشه براتون یه داستان بگم که برای خودم اتفاق افتاد و با دل جون امروز تجربهش کردم. من یه کاری چند ماه دنبالشم، خیلی هم واقعا براش زحمت کشیدم. امروز به من گفتن نه، به هیچ وجه کار تو انجام نمیشه، کلن کنسله. خیلی ناراحت شدم، یعنی اینقدر که ناراحت شدم من گریه کردم وسط اداره، با کلی آدم گریه کردم. اومدم بیرون، همینجوری داشتم قدم میزدم یه لحظه این جمله که کارما اومد تو ذهنم. گفتم خدایا من به تو امید دارم، کار من درست میشه، آخرش درست میشه، من میدونم. خیلی هم دلم شکسته بود، یعنی کلا تو ذهنم همین مرور شد که کار من درست میشه. بعدش یادم اومد من یکی از مدارک مهمم اونجا جا مونده. بعد اومدم نرم، گفتم بذار برم من مدرکمو بیارم اونجا، اینو گم میشه. همینجور که رفتم رسیدم رئیس اون اداره اونجا بود. من رفتم یه دفعه رئیس اداره رو دیدم، گفتم بذار برم باهاش حرف بزنم. همینجور تو سالن بود که خیلی وقت نداشت. رفتم پیش رئیس براش توضیح دادم اینجوری شده و فلان، من همچین کاری کردم. بعد رئیس گفت آره اتفاقا یه چیز جدید اومده که حالا برای من که قرار گفتن همچین کاری نمیشه، یعنی یه راهی داره، یه راهی دیگه بعد بری تا بتونی این کارو انجام بدی. یه لحظه اینقدر خوشحال شدم، گفتم خدایا من به تو امیدوار شدم، یعنی من به کارما واقعا اعتقاد پیدا کردم. گفتم اوکی کار من حل میشه. رو هم رفته 2 ساعت نشد که کار من اوکی شد و خیلی واقعا خوشحال شدم.